سوال: آیا خون دندان یا از بدن آدم برای طهارت را میشکند؟ از آیات و حدیث های رسول الله صلی الله علیه و قصه کنید داملا. آیا خون دندان روزه را میشکند؟ سوال دومشون این گونه است. خون دندان قول صحیح طهارت را نمیشکند. خون همان وقت طهارت را میشکند که اگر از دو مخرج براید. از دو مخرج یعنی از عضوهای پایانی هر چیزی که میبراید طهارت را میشکند. خواه خون است، خواه هوا هست، خواه مثلا چیزی هست، طهارت را میشکند. اما خون از دیگر جاهای اعضای بدن براید بنابر قول صحیح نمیشکند. مذهب حنفی رحمت الله علیهم به یک حدیث ضعیف تکیه کردند. به حدیث ضعیف تکیه کرده گفتند که خون طهارت را میشکنه. حدیث ضعیف است. پیامبر صلی الله علیه و سلم این سخن را نگفتند، بلکه پیامبر صلی الله علیه و سلم چه خیلی که در صحیح بخاری و مسلم ثابت است گفتند که لا یقبل الله صلاة احدکم اذا احدث حتی یتوضا. الله تعالی نماز یکی شما را قبول نمی کند اگر از او حدث صادر شود. نماز یکی شما را قبول نمی کند اگر از بنده حدث صادر شد تا مادامی که طهارت نکند. به کلمه حدث در لغت عرب خون نمی دراید. بنابراین یگان قول صحیح از قرآن و سنت نیست که خون طهارت را شکند. قول صحیح خون طهارت را نمی شکند و در نزد مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خون طهارت را می شکند. و در اصول مذهب حنفی این است که حدیث ضعیف از عقل مردها بالاتر می ایستد. میگویند به حدیث ضعیف عمل میکنند. حدیث ضعیف در نزد جمهور علما از محدثین و فقها به او عمل کرده نمیشد، برای اینکه صحیح نیست. بله، اما وقتی که خون براید روزه میشکند، دویم سوال شما بود. خون براید روزه نمیشکند.